جناب درکخورست خوش آمدید به برنامه ما. اصلا تا جای ما معلومات داریم روز یکشنبه در بلاروسیا انتخابات پارلمانی دایر شد و دو مخالف رژیم الکساندر لوکاشنکو به پارلمان راه یافتند. از نگاه شما تا کجا انتخابات پارلمانی شفاف و عادلانه و دموکراتی برگزار شد؟ اگر کوتاه جواب دهم نه. اگر مفصل تر گوییم در بلاروس نظام اتوریتری حکمران است. فکر میکنم ضرور نیست برای تاجیک ها شرح دهم که این چی است. آنها خودشان خوب میدانند. با این معنا نتیجه انتخابات از قبل معلوم بود. اما عین حال دو نفر وکیلان انخترش دو وکیل زن به پارلمان راه یافتند که نظر و اندیشه های دموکراتی دارند. برای چی این اتفاق افتاد؟ سالهای اخیر بلاروس تلاش دارد با اتحاد اروپا مناسبتش را بهتر کند. سببهایش گوناگونند. از یک سو آنها میخواهند با نفوذ روسیه در بلاروس یک هموزن دیگر پیدا کنند. سبب دوم این دسترسی به تکنولوژی و سرچشمه‌های مالیوی است. اروپا باشد در این بابت طلبات خود را دارد. البته در آنجا هم کسی منتظر نیست که در بلاروس پارلمان مثل فرانسه، آلمان و یا پولشا دموکراتی می شود. لیکن به هر حال حکومت بلاروس تصمیم گرفت که با آن کارش به اروپا یک پیام بدهد. یعنی میخواهد نشان بدهد که بلاروس به سوی دموکراسی یک قدم دیگر برداشت و در این رابطه پیشرفته هست. البته پیشرفت نه به آن سرعت دلخواه است، اما به هر حال هست. در مورد آن که چگونه این زنها انتخاب شدند، به آنها یک مقدار آواز تحفه کرده شد و یا حکومت گذاشت که در این حوزه های انتخاباتی شمارش آرا عادلانه صورت بگیرد. در بلاروس بحث ها همان ادامه دارند، اما نتیجه همان است که هست. برای همین نمی شود گفت در بلاروس یک جریان واقعی دموکراتی شوی صورت گرفت. اما با وجود این من به اندیشه هایی که این یگان چیز را عوض نمی کند راضی نیستم. پارلمان کنونی یک گورستانی تازه و روبوچین شده را میماند، اما اکنون پارلمان با هیئت نو انتخاب شدهش البته مثل قبرستان خاموش نخواهد بود. به هر صورت تو جای ما میدونیم الکساندر لوکاشنکو همیشه مخالفان خود را سرکوب میکرد، ولی در این نوبت تو اندازه یک نرمیش نشان داد. میدونید پرزیدنت بلاروس راهی بهتر کردن مناسبات با اروپا را پیش گرفته است. نتیجه این سیاست البته نرمتر شدن مناسبت با مخالفین است. مثلا در بلاروس در دوام حداقل یک سال اخیر گردی همایی های مخالفان زورن پراکنده نمی شوند. در نسبت آنها پروتکل ترتیب داده شده، جریمه های هنگفت ستانیده می شود. اما شما صحنه لطوکوب و یا زندانی کردن آنها را نمی بینید. در جریان معرکه پیش از انتخابات نیز چند میتینگ و گردی همایی در مرکز مینسک برگزار شد. آدمان برآمد میکردند، تبلیغ میکردند. این قبیل صحنه ها بودند. اینکه فشار بالای مخالفین و جامعه شهروندی کاهش یافت درست است، اما این نه برای آن است که صدها هزار به مرکز مینسک برآمده دموکراتی خواهی کردند. این گونه نبود، بلکه این نتیجه سیاست نرمش مناسبات با اروپا است. این زمان حادثه های ضد و نقیض دیگر هم به وقوع می پیوندند. خود پرزیدنت لوکاشنکو هم میگوید من که آخرین دیکتاتور اروپا نیستم دیگر. اگر ما با تاجیکستان مقایسه کنیم، در گذشته نچندان دور در تاجیکستان هم دو نماینده احزاب مخالف در پارلمان کرسی داشتند و طوری مشاهده شد آنها در قبول قانون و قرار چندان مؤثر نبودند، چندان حل کننده نبودند. آیا به باور شما تا کجا دو نفر مخالف در پارلمان بلاروسیا میتوانند تاثیرگذار باشند؟ میدونید هم ها و هم نه. البته اقلیت نمیتواند به کلی تصمیم پارلمان را عوض کند، چون که در پارلمان تصمیم ها با جانبداری اکثریت گرفته می شود. اما اگر وضعیت تیز و تند شود، کوچه و مردم وارد بازی شوند، چند نفر در پارلمان قانونی که حکومت اعتراف می کند به بسیار چیزها قادر خواهند شد. وقتی اکثریت نمیداند که چه میخواهد، چند نفر میتوانند به آنها تاثیرگذار باشند. مثلا در بلاروس در آغاز سالهای 90 حضور مخالفین در پارلمان همگی 10% بود، اما این اقلیت توانست به استقلالیت بلاروس و ممنوع ساختن حزب کمونیست دست یابد.
یعنی در حالتی که اوضاع سیاسی مثل حال آرام نبود، چند نفر مثل کوه شدند که توانستند میانی اشتر را بشکنند. Спасибо огромное вам за беседу.